عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان، برنده جایزه به نام رودکی و اردن های دوستی و ستاره پرزیدنت، یکی از معروفترین هنرپیشه های حجونگار تاجیک به سن مبارک 80 رسید. نقطه اوج فعالیت ایجادی و شهرت و معروفیت عبیدالله رجبوف نیمه دوم سالهای 80 زمانی بود که او با یک سلسله نمایش های هجوی در موضوع های داغ روز دل همه را تسخیر کرد. عبیدالله رجبوف 20 مارس سال 1941 در ناحیه دنقره به دنیا آمده. سال 1964 استودیوی مهارت اکتیوری تئاتر به نام لاهوتی و سال 1982 وقتی الکی 41 سال داشت دانشکده صنعت به نام ترسونزاده را ختم کرده است. عبیدالله رجبوف فعالیت کاری خود را در تئاتر ولایتی درام موسیقی به نام ولیزاده شهر کولوب آغاز کرده است. سالهای 1970-1989 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی درام تاجیک به نام لاهوتی، سالهای 1990-2000 رهبر بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتوری آینه، سالهای 2000-2004 رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. از سالهای 2004 دیرکتور کل مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی پایتخت 80 و رهبر بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتوری آینه، همزمان از سالهای 1994 مؤلف، تهیه‌گر و رهبر بدیعی جشن و مراسم‌های بزرگ عمومی، نمایش‌های تئاتر شده و کنسرت‌های دولتی، آماده نمودن گروه‌های هنرمندان به سفرهای خارجی است.